مرد کجا درک می کند روح له شده دختری جوان را بعد از تجاوز؟ مرد کجا می فهمد هجوم ترس و قفل شدن فکر و ذهن و بدن دختری جوان را که در دستهای مردی تحریک شده اسیر است؟ قانون مربوط به تجاوز به دختران و دفاع آنان در برابر تجاوز را مردها نوشتند. اگر مقابله به مثل کنند محکومند، اگر دفاع کنند محکومند، اگر تن به تصمیم بدهند باز هم محکومند. من با تمام وجودم تلاش میکنم تا فریادم را از طرف تمام زنانی که مورد تجاوز قرار گرفتند یا در شرایط تجاوز بودن به عالم برسانم، حتی اگر این فریاد به قیمت از دست دادن جانم باشد.